مسکو اعلان کرد که 60 دیپلمات آمریکایی و 10 نماینده رسمی کشورهایی را که در همبستگی با لندن و واشنگتن دیپلمات‌های روس را اخراج کرده اند از روسیه بیرون می‌کنند. روز پنجشنبه در بینای بسیار طبقه‌ای که در دوران استالین بنیاد شده است، سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه در این باره تفصیلات داد. В эти минуты посол Соединенных Штатов господин Хансман در حالی که ما صحبت داریم معاون من سرگئی ریابکوف به سفیر امریکا جان هانستمن چاره‌های جوابی روسیه را آشکار می‌کند که از جمله اخراج شماره برابر دیپلمات‌ها و بازخواند موافقت مسکو به فعالیت کنسولگری گنرالی امریکا در شهر سنت پترزبورگ را در بر می‌گیرند. И они включают наше решение отозвать согласие на функционирование Генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. چندی پیش واشنگتن هم دستور داده بود که کنسولگری روسیه در شهر سیاتل ایالات متحده آمریکا بسته شود. موقعگیری مسکو چنین معنا دارد که 13 دیپلمات اوکراین، 4 دیپلماتی از فرانسه، آلمان و پولشا و 2 دیپلماتی از دانیا، آلبانیا و اسپانیا از روسیه اخراج خواهند شد. قبلا روسیه در جواب به اخراج 23 دیپلمات روس از بریتانیا، شماری برابر دیپلمات‌های بریتانیایی را از روسیه اخراج کرد.